درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ نشر می شود. امروز جمعه است 29 اوگوست و من تویری سفر همراه شما. در ابتدا سرخط خبرها. از زندان روسیه به جنگ، محبوسان زندان تیومن میگویند روزهای اخیر 6 محبوس زاده تاجیکستان را مجبور کرده به جنگ اوکراین بردند. طلاق‌های خاکستری و یا طلاق جفت‌های از 60 ساله بالا در ایران زیاد شده است. در تاجیکستان هم نشانه‌های از این تمایل به نظر می‌رسد. در خوجند مرکز ولایت سوخت بحث سر درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که چرا قسمی از آنها خشکیده‌اند. قسمان خوش شد. هر از 70 سالش روزی گرفتگی این گوردگاش هم با مثالم و همیشه آلمان بشم. و از یک خبر مهم شروع میکنیم. از روسیه. از یک زندان شهر تیومن در روسیه در یک هفته اخیر 6 زاده تاجیکستان را به جنگ اوکراین بردند. یکی از محبوسان به شرط فاش نشدن نامش روزی 29 اوگوست به رادیو آزادی گفت که آنها زیر فشار با ارتش روسیه قرارداد امضا کردند. این کار روزی 21 اوگوست صورت گرفته است. تصدیق مستقلانه این خبر مشکل و یا حتی امکان ناپذیر است. همصحبت رادیو آزادی ادعا کرد که در پی فشار زیاد و وعده مقامات روسیه برای آزاد کردن محبوسان هر ماه چند زندانی تاجیک و هم ازبک ناچار به جنگ در اوکراین می روند. این هم در حالی است که تلفات نظامیان روسیه در این جنگ سال به سال زیادتر می شود و گزارش را در این باره همکارم برات یوسفی تقدیم می کند. بنا به یک تحقیق دو رسانه مستقل، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین تا ماه اوگوست تقریبا 220,000 سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این آمار را وبسایت‌های خبری مدوزا و مدیازونا که از پرونده های میراثبری و فهرست سربازان هلاک شده به دست آورده‌اند روز 29 اوگوست نشر کردند. خبرنگاران و اختیاران مشغول با جمع‌آوری آمار به این خلاصه رسیدند که تلفات سربازان روسیه که جنگ را ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد سال به سال می‌افزاید. مثلا اگر در سال 2023 در جبهه‌های جنگ تقریبا 50,000 نظامیان روس کشته شده‌اند، پس در سال 2024 تلفات روسیه به مرز 93,000 نفر رسیده است. با گفته مؤلفان تحقیق، تنها در ماه نوامبر سال 2024 تقریبا 3,000 نظامی روسیه در جنگ کشته شدند. مدیازونا می‌نویسد یک دلیل افزایش تلفات این است که از نیمه دوم سال 2024 در دادگاه‌های روسیه عریضه‌ها برای تصدیق بینشانی و مرگ نظامیان یکباره زیاد شده است. در فهرست نام به نام نظامیان کشته شده که خبرنگاران بخش روسی BBC و مدیازونا و اختیاریان از منابع آزاد آماده کردند، تا آخر ماه اوگوست نام بیشتر از 125,000 نفر ثبت شده است. اما این آمار بیانگر واقعیت کامل نیست، زیرا درباره نه همه سربازان تلف شده آشکارا خبر می‌دهند. مقامات روسیه رسما درباره تلفات در جنگ با اوکراین و تعداد زخمیان خبر نمی‌دهند، ولی رسانه‌های غربی با تکیه به اطلاع جاسوسی می‌گویند که در جنگ صدها هزار نفر از نظامیان روس کشته و زخمی شدند. بنا به اطلاعی که تاکنون رسانه‌ها با تکیه به اداره‌های جاسوسی غربی آوردند، احتمال دارد که در جنگ روسیه بر ضد اوکراین از هر دو طرف تقریباً 1 میلیون نفر کشته و زخمی شده باشند و در این میان تلفات روسیه زیادتر است. درباره مرگ ده‌ها نفر از زادگان تاجیکستان و یا شهروندان کشور که از طرف روسیه در اوکراین جنگیدند، گزارش‌های زیادی هم نشر شده است. و در اوکراین امروز ماتم دارند و یاد آنهای گرامی داشته می شود که روز 28 اوگوست در حمله‌های وسیع مقیاس موشکی و پهپادی نیروهای روسیه کشته شدند. تا کنون مرگ 23 نفر از جمله مرگ کودکان هم تصدیق شده است و جستجوی قربانیان احتمالی دیگر از زیر ویرانه‌ها ادامه دارد. در سالهای اخیر ظهورات با نام طلاق خاکستری یا جدایی در زمان کلانسالی به یکی از نگرانی‌های جامعه ایران تبدیل شده است. یکی از روزنامه‌های معتبر این کشور گفته است که مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی زیاد سبب شدند که جفت‌های زیاد پس از 20 و یا حتی 30 سال زندگی از هم جدا گردند. در تاجیکستان هم علامت‌های این تمایل مشاهده می‌شود، اما تحقیق در این باره نیست. راجع به همین موضوع قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم کیوم مرسیتا و درباره سبب‌های طلاق در ایام کلانسالی در ایران پرسیدم.
روزنامه شرق در یک گزارش نوشته است که فشارهای اقتصادی، افزایش خلل‌ها و فشارهای روانی و ناتوانی در تامین خرج زندگی از سبب‌های اساسی افزایش طلاق در بین جفت‌های بالاتر از 60 ساله در ایران است. در این گزارش آمده است که طلاق در دوران سالمندی یک ظهورات نادر در ایران نیست و دیگر به یک تمایل تبدیل شده است که رو به افزایش دارد. به نوشته روزنامه بسیاری از این جدایی‌ها نتیجه سالها سکوت، انکار، دشواری‌های مالی، احساس تنهایی و تغییر سبک زندگی است. حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ایران گفته است که بیش از 61% مردم کلانسال زیر خط فقر نسبی هستند و بسیاری از آنها حتی به تامین حداقل‌های زندگی روزمرهشان قادر نیستند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی گسترده تاکید کرده است که این فشارها نه تنها جیب سالمندان را خالی می‌کند بلکه خرج‌های بالای سلامت و مراقبت در ایام کلانسالی هم بر دوش آنها سنگینی می‌کند. موضوعی که سبب فرسایش رابطه‌های انسانی و پایان رفتن سطح و کیفیت زندگی در ایران می‌شود. و سوال دیگر از همکارم درباره احوال و وضع اجتماعی آنهایی بود که جدا می‌شوند و چگونه روز می‌گذرانند. جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی ایران هشدار داده است که احساس تنهایی و بی‌توجهی در میان سالمندان در حال افزایش است و بسیاری از زنان کلانسال تنها زندگی می‌کنند. همچنین زیاده از 40% سالمندان در شهرهای کلان ایران اجاره نشین بودند و توانایی پرداخت پول کرایه خانه خود را ندارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آماری ایران تعداد سالمندان تا پایان سال 2025 به زیاده از 10 میلیون نفر خواهد رسید و تقریباً 7 میلیون نفر آنها بنابر عامل‌های چون فوت همسر، طلاق یا ازدواج نکردن تنها زندگی می‌کنند. آمار سازمان‌های ثبت احوال مردم در ایران هم نشان داده است که از سال 2017 تا سال 2020 هزاران مورد طلاق در میان سالمندان ثبت شده است و این اتفاق روند افزایشی داشته است. با وجود این واقعیت نگران کننده، مقامات ایران سالهای اخیر آمار رسمی درباره طلاق در بین کلانسالان را نشر نکردند و به قول تحلیلگران این سکوت آماری میتواند که زنگ خطر جدی برای سلامت خانواده ها و وضعیت کلانسالان در ایران باشد. و سوال دیگری که از همکارم کردم این بود که آیا این تمایل در تاجیکستان نیز هست که بعد از 10 سالها زندگی پدر و مادر چند فرزند کلان از هم جدا شده باشند؟ طاهر، در تاجیکستان آمار درباره جدا شدن شخصان کلانسال و یا بالاتر از سن 60 در دست نداریم، ولی گزارش‌های پراکنده در این باره در رسانه‌های گوناگون نشر می‌شوند. مثلا چند پیش تلویزیون موج آزاد از ناحیه واسط درباره سرنوشت کنجم علی و یک ساکن 67 ساله ناحیه گزارش داد که بعد از 46 سال از همسرش جدا شده است و جای برای رفتن ندارد و در خانه برادرش زندگی می‌کند. او در این گزارش با اشک و الم زیاد نقل کرده است که سالهای دراز جبر و ستم شوهر را طاقت کرد ولی دیگر تاب نیاورد و از او رسما جدا شد. واقعا در زیر همین گزارش دو زن دیگر نوشتند که پس از سالهای دراز زندگی از شوهر خود بدرفتاری و بیرحمی دیدند و از آنها جدا شدند. یکی گفته است که 17 سال زندگی سخت را تحمل کرد اما دیگر طاقت کردن نتوانست. زن دیگری نوشته است که 20 سال زندگی کردم و جدا شدم ولی حاضر پسرم منو عیبدار میکند که تو جدا شدی. واقعا در همین گزارش هم مقامات رسمی و هم متخصصان گفتند که ترس از طعنه و ملامت مردم و افکار مردم سبب میشد که زنان جبر و ظلم در خانه را سالهای دراز تحمل کرده و جدا نشوند که گاه در عائله با فاجعه می انجامد. یک نمونه را ریاست امور داخلی ولایت ختلان همین هفته آشکار کرده است و این ریاست گفت که چاری قلیوف یک ساکن 46 ساله ناحیه ناصر خسرو به سر همسر 41 سالش و مادر 4 فرزندش با سنگ زده و نیم جان کرده و سپس به نیروی برق مانده و او را کشته است. تشکر همکارم کیومر سیاتا درباره طلاق‌های خاکستری و یا جدا شدن خانواده‌ها در کلانسالی در ایران و تاجیکستان صحبت می‌کرد. گفتگوی مفصل و ویدیوی این برنامه به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود. در شهر خوجند بحث سر خشکیدن و یا پژمرده شدن درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که آنها را با پول زیادی از خارج خرید آوردند.
ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوغد گفت که سبب سرسبز نماندن درختان مقامات شهر خوجند هستند که آنها را درست نگهبانی نمی‌کنند یا سری وقت آب نمی‌دهند. ولی شهرداری خوجند میگوید پژمرده شدن مگنولیا به معنای خشکیدن درخت نیست و این درختان دیگر باره نشونما می‌یابند و سرسبز می‌شوند. فرزان محمدی از خوجند گزارش می‌دهد. مگنولیاهای خشکیده هنوز هم زیبایی کوچه‌های شهر خوجند را کم می‌کنند، ولی برعکس انتظاری‌ها سبز و شکوفان نگردیدند. بهار امسال این درختان را به پیشواز مهمانان از 3 کشور شنانیده بودند، ولی بعد مدتی کوتاه زرد و پژمرده شدند. آن وقت نمایندگان شهر میگفتند که این رستنی‌ها در فصل تابستان دیگر باره سبز خواهند شد. یکی از بحث‌های روزنامه‌نگاران در نشست خبری سرریاست حفظ محیط زیست همین موضوع بود. و گفته مسئولان این نهاد سبب نگرفتن درختان آرایشی خارجی تغییریابی اقلیم و از معیار زیاد گرم شدن هوا است. سهراب خالزاده سردار آن میگوید درختان مگنولیا بدون موافقت با متخصصان حفظ محیط زیست در شهر خوجند شنانیده شدند. طبق خلاصه متخصصان سرریاست حفظ محیط زیست سبب اساسیش این نادرست شناندن درخت به طرز حشر، یعنی که رعایت نگردیدن طرز شناندن درخت و با آب تامین نگردیدن. وقتی که متخصصان سرریاست دیده برآمدن در این مسئله یگام حجت‌های تصدیق کننده که از کدام منبع خریداری شده است نیست، اینو از طرف صاحبکاران همچون تحفه وارد شدگان. به گفته خالزاده حجم عمومی درختان خشک شده در ماه‌های سپتامبر و اکتبر معلوم می‌گردد. در همین حال مسئولان اداره آبادانی شهر میگویند که نه همه درختان خشک شدند. اون درختانی که مگنولیا از طریق صاحبکاران از دولت‌های خارجی آورده شده طبق агротехники шундемою хар қисман хуш шуд. Як аз 70% ҳозир гирифтагӣ ин гуридигошам бо месалду бо ва ҳамаша алдан мешуне ҷои ошуд. Айсоби адига шаҳр онданаш ва климат навкадагӣ аму исо мутобиқ меша. барои мутобиқ кардан шумо исо худохат ҳама рафтан меша. تقریباً 300 درخت مگنولیا را ماه مارس امسال از ایتالیا به خوجند آوردند. در روزهای آمادگی به سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مرکز ولایت سوغد. باغپروران میگویند درختانی که از کشور دیگر آورده میشوند باید به محیط زیست مطابق کرده شوند. اولین درختان مگنولیا را زیاده از 10 سال پیش در پایتخت تاجیکستان شنانیده بودند. آن زمان نرخ این نهالها در بین ساکنان و مهمانان بحث‌هایی را به میان آورده بود و گفته میشد که ارزش آنها به 10,000 سامانی میرسد. حالا نیز چنین بحث هست چون راه از ایتالیا تا خوجند دور است و حمل و نقل بار هم ارزان و آسان نیست. نمایندگان حکومت میگویند درختان مگنولیا را صاحبکاران محلی آوردند ولی نرخ آنها را آشکار نمی‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. و این خبر هم از تاجیکستان است. از اول ماه آینده حق بازنشستگی و یا نفقه در تاجیکستان 10% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان که ماه فوریه امضا کرد حق نفقه معمولی که حالا 325 سامانی است به 357 سامانی می رسد. حق بازنشستگی کاری که مردم پس از رسیدن به سن نفقه می گیرند کمش 645 سامانی را تشکیل خواهد داد. حالا نفقه مهنتی و یا کاری که یک کارگر عادی در تاجیکستان می گیرد 586 سامانی هست. از ماه آینده استیپندیای دانشجویان تاجیک نیز اندک زیادتر می شود. حکومت تاجیکستان می گوید هدف از بالا بردن حق بازنشستگی یا همان نفقه بهتر کردن سطح نیکوحوالی و زندگی مردم و به خصوص زندگی کارمندان اداره های دولتی به مثل آموزگاران و طبیبان است. بنا به آمار رسمی تعداد افرادی که در تاجیکستان حق نفقه یا بازنشستگی می گیرند تقریبا 860,000 نفر را تشکیل می دهد. شمار آنهایی که به بر معیوبی کمک اجتماعی می گیرند از 170,000 نفر هم زیاد است. 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیوهای دیگر را دارید سری بزنید به وبسایت azadi.org.